پولت؟ چرا؟ یه دبل برات بزنم. من سینگل میخوام. مرسی عزیزم. مجردی و متأهل؟ مگه فرقی هم میکنه؟ مجردم. من مجرد قهوه نمیدم. آقا یعنی چی؟ چون مجردم قهوه نخورم. حقیقی کردم. عزیزم لطف میکنی برای ما حساب کنی اول؟ شیرینی بچه‌ها کمیسیون 60,000 تومان. آقا من داشتم میومدم دیدم اونجا زده 30 تومن. آخ زنگ زدم مالک قیمت برد بالا. آقا من دیروز همون کافه پایینی هم خوردم 30 تومن بود. اونجا یا قهوه سوخته است یا لیوانش تکه داره است. آقا دم شما گرم، من اصلا قهوه نخواستم. قهوه نمیخوای؟ نه آقا، یه نه. لحظه این وایس حساب کتاب کنم. 20,000 تومان. آقا من اصلا کلا گفتم نمیخوام، باز 20 تومن چیه؟ پایین منوی کافه رو نخوندی؟ نه. قهوه در صحت و سلامت به خریدار واگذار شد. در صورت فحص معامله 1/3 کل مبلغ قهوه به فروشنده عدت داده می شود. 20 تومان مقابل. چشم.